سلام بینندگان گرامی، صبح بخیر. آغاز هفته نو برایتان پرفیض و باقرار باد. برنامه نویدی بمدادی را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 3 آگوست است و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان میرسانم. مقامات روسیه امکان آغاز پروازهای معمولی را از 11 آگوست به تمام کشورها بررسی دارند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 1 آگوست با تکیه به دو منبعش در نهادهای روسیه خبر داد موضوع برقرار شدن پروازها در جلسه با اشتراک معاون نخست وزیر روسیه تاتیانا گولیکووا بررسی شده است. از 1 آگوست روسیه پروازهای مستقیم بین المللی را با ترکیه، تانزانیا و بریتانیا برقرار کرد. همچنین مرز این کشور با ابخازستان گشوده شد. چند روز پیش دینیس میکرین، کارمند دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه، در مصاحبه با رادیوی کامسامولسکایا پراودا گفته بود روزهای نزدیک روسیه نامگوی کشورهای را که با آنها پروازهای منتظم هواپیمایی را برقرار کردن است اعلان خواهد کرد. همچنین ستاد فوری اید به پیشگیری از کرونا ویروس چند پیش اعلان کرد که حالا مسئله وسیع کردن فهرست کشورهای در بررسی است که اجازه پرواز با روسیه را به دست می‌آورند. روسیه در پی پاندمی کرونا ویروس در آخر ماه مارس پروازهای معمولی هواپیماها را قطع کرد. قطع شدن پروازهای هواپیماها از 20 مارس این جانب میان تاجیکستان و روسیه بحران بی‌سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجر کاری تاجیک در روسیه درماندند. تاجیکستان برای بازگردانی شهروندانش پروازهای چارتری و یا غیر نقشه‌ای تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که شماره فوتیدگان از کرونا ویروس در کشور به 61 نفر رسید. در فهرست غیر رسمی قربانیان احتمالی کووید 19 و التهاب شش تا 22 ایول نام بیش از 440 نفر را درج کردند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به وزارت تندرستی تاجیکستان روز 2 آگوست خبر داد که در یک روز اخیر 44 حالت نوی سرایتیابی به کرونا ویروس را ثبت کردند و یک نفر نیز فوتیده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل سرایت ساکنان به کرونا ویروس را اعتراف کرد. از آن زمان تا کنون به گفته مقامات 7495 نفر را همچون گرفتار کرونا ویروس ثبت کردند که از این تعداد 6276 نفر شفا یافتند. متخصصان میگویند ممکن است تعداد گرفتاران از این بیشتر باشد. در شهر مسکو در بازار نزد ایستگاه مترو تیوپلیستان نیروهای پلیس دو روز اخیر دهها مهاجر کاری تاجیک را بازداشت کردند. سامانه اخبارکام می‌نویسد که بازداشت مهاجران کاری پس از آن رخ داد که کارمندان پلیس مسکو نتوانستند یک شهروند تاجیکستان را که با پاسبان بازار جنجال کرده بود بازداشت کنند. در اینترنت ویدیوی لحظه‌ای بحث و مناقشه یک گروه مهاجران تاجیک با کارمندان پلیس در نزد بازار تیوپلیستان در شهر مسکو نشر شده است. در ویدیو دیده می‌شود که کارمندان پلیس یک جوان تاجیک را که به دستانش زولانه زدند می‌خواهند ببرند، ولی مهاجران دیگر جمع شدند نمی‌گذارند که پلیس او را برد. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران تاجیک، روز 2 آگوست خبر داد که این حادثه روز 1 آگوست رخ داده است. به گفته یاروف یک مهاجر تاجیک با یک پاسبان بازار مناقشه کرده است و آن پاسبان پسرش را که در مقامات کار میکند دعوت میکند. پسری پاسبان جوان تاجیک را زولانه زده بردنی می شود تا که جزا دهد، ولی مهاجران تاجیک جمع شده او را از دست آن کارمند مقامات خلاص میکنند و در یک ماشین دیگر میشنانند. بعد این قضیه به محل حادثه نیروهای دیگری پلیس را دعوت میکنند. کریم جان یاروف گفت اینک دو روز باز کارمندان پلیس در بازار تیوپلیستان مهاجران تاجیک را گروه گروه بازداشت کرده ایستادند و قسمی از آنها را از ترس به کار نمی روند. بیننده ارجمند، رادیو آزادی این قضیه را پیگیری دارد و در برنامه‌های بعدی درباره جزئیات آن صحبت خواهیم کرد. بر اثر چپه شدن یک تپه در کان طلای شگناو ناحیه خاولینگ 2 نفر جان باخته 2 کس دیگر مجروح شدند. حادثه شام 30 ایول هنگام کار در قطعه دومی کان شگناو رخ داده است. یک منبع در مقامات انتظامی ناحیه خاولینگ روز 31 ایول به رادیو آزادی گفت در این حادثه کابولی دمیوی 35 ساله و عبدالعلیمی امراخانی 20 ساله جان باختند. کابولی دمیف از دهه نوابات جماعت دهاتی کلاب و عبدالعلیمی امراخان از دهه مومیرک ناحیه مومن آباد بودند. خانواده کابولی دمیوی 35 ساله شام 31 ایول به رادیو آزادی گفتند که از او 3 فرزند یتیم مانده است.
یکی از نزدیکان کابلی به بردن نامش به رادیو آزادی گفت که او اوستا بود و در شهر باختر خانه می ساخت. همصحبت رادیو آزادی در مقامات ناحیه خاولین گفت که این افراد با دست طلا می شستند و حادثه اخیر با سبب به قول او رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری هنگام شستن طلا رخ داده است. یک ماه پیش از این سعی محمود جلیلوی 19 ساله هنگام زرشویی در کان طلای شگناو زیر سنگ مانده بود و جان خود را از دست داد. در جماعت شگناو ناحیه خاولینگ یکی از کانهای بزرگ طلا در جمهوری موجود است. در اینجا در حال حاضر 8 شرکت با واسطه تجهیزات با استخراج طلا مشغولند، اما در برابر این بیش از 1000 ساکن خاولینگ و ولایت ختلان در این موضع با دست نیز طلا جستجو کرده از این مهنت سنگین اما پردرآمد خود عرابه زندگیشان را میچرخانند. کارکرد طلای شگناو در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه شروع شده است. دیروز کشتی امریکایی سپیس ایکس کرو دراگون بعد از سیر از پایگاه مرکزی کیهانی به زمین برگشته در آبهای خلیج مکزیک فرود آمد. بازگشتی با موفقیت این کشتی که صاحب آن سرمایه‌گذار معروف ایلان ماسک می باشد، صحیفه نوی را در فتح کیهان باز می کند. اکنون ایالات متحده آمریکا می تواند که کشتی ها را به کیهان فرستاده باز آنها را در زمین پیشواز بگیرد. تقریباً 10 سال اخیر کیهانوردان ایالات متحده آمریکا توسط کشتی کیهانی سویوز روسیه به پایگاه بین‌المللی کیهانی سفر می‌کردند. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو تصمیم گرفته است که پگاه 4 آگوست با پیام سالانه به پارلمان و مردم این کشور مراجعت کند. 9 آگوست در بلاروس انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. کارشناسان میگویند در بیش از 25 سالی رهبری لوکاشنکو این دشوارترین انتخابات برای او خواهد بود. پیام سالانه پرزیدنت بلاروس میبایست در ماه اپریل ارائه گردد، ولی از سبب سرایت کرونا ویروس به تأخیر گذاشته شد. هفته گذشته در روبروی چالش‌های رقیبان سیاسی به حکمرانی طولانی لوکاشنکو، پرزیدنت بلاروس اجلاس فوق‌العاده پارلمان این کشور را برای 3 آگوست دعوت کرد. لوکاشنکو سر از سال 1994 رهبری بلاروس را بر عهده داشته در انتخابات 9 آگوست تلاش خواهد کرد برای بار ششم به این کرسی انتخاب شود. هفته گذشته 10,000 نفر در گوشه‌های مختلف بلاروس بر ضد حکمرانی طولانی لوکاشنکو اعتراض نمودند. در نتیجه یک حمله تروریستی گروه دهشت افکن داعش در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان چند تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. جنگجویان شام 2 آگوست ماشین سرشار از مواد ترکنده را در نزدیکی محبس شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار ترکانیدند. در پی آن برخورد چند ساعته با نیروهای امنیتی جای داشت. خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میگوید که تیرپرانی شب گذشته دوام داشت. به قول عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار در برخورد 3 جنگجوی کشته شدند. منصبداران بهداشتی این استان میگویند که در برخورد به کمی 5 کس کشته و 42 نفر دیگر زخم برداشتند. به گفته منصبداران از 50 تا 100 محبوس در این روند زندان را ترک کردند، ولی شماره زیادی از آنها دوباره دستگیر شدند. در زندان جلال آباد تقریباً 1700 محبوس از جمله طالبان جنگجویان داعش و جنایتکاران دیگر نگهداری می شوند. داعش در نشریه خود با نام اعماق مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. یک روز پیش از این حمله پیشوای داعش در افغانستان اسدالله آرکزی کشته شد. کشته شدن یک رهبر داعش در حالی است که میان گروه طالبان و دولت افغانستان برای تجلیل عید قربان آتشبسی 3 روزه اعلان شده بود. در افغانستان سالها باز میان دولت و گروه طالبان که آن را مخالفین نیز مینامند جنگ ادامه دارد. گروه داعش هم با طالبان و هم با نیروهای دولت افغانستان مشکل دارد. پیشتر سازمان ملل متحد از فعال شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان گزارش داده بود. این گروه سال 2014 در حدود عراق و سوریه قلمروی را زیر نظر درآورد و خلافت اعلان کرد. پس از شکست در سوریه و عراق این گروه بیشتر در افغانستان فعال شده است. و رویم دوباره به خبرها از تاجیکستان. شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق باقی نماند.
قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب انبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه و زمستان مشکل پیش نآید. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمانی نشر مراجعت حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته ممکن ضرورت برای جاری کردن محدودیت باقی نماند گفت او. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکی قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده انتقال برق به 2 کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنا افغانستان اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 مگاوات برق میداد حالا آن را تا 40 مگاوات پایان آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنجوبخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آب انبار نیروگاه برقی آبی نارک ربط داده است. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نویدی بامدادی با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی تاجیکستان معین شده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 31 درم معین شده است. قرب یورو واحد پول اتحادیه اروپا اندک بالا رفت و 1 یورو 12 سومانی و 12 درم ارزش دارد. قرب روبل روسی برعکس طی چند روز اخیر پایین آمد. بنابر قرب امروزه ارزش 1000 روبل روسی 139 سومانی تعیین گردیده است. اینجا نویدی بامدادی به انجام میرسد. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشد. ما را همراهی کنید.